سرخط خبرها. شروع از ماه اپریل نرخ استفاده نیروی برق در تاجیکستان گران می شود. امامعلی رحمان وضع مهاجرتی مهنتی را با ولادیمیر پوتین مفصل بررسی کردند. هجوم دیگر باره اسرائیل به غزه و هلاک شدن بیش از 400 نفر و امکانات رایگان کسب و زبان آموزی برای مهاجرت به کشورهای بریتانیای کبیر، آلمان، کره جنوبی و امارات متحده عرب برای شهروندان تاجیکستان. درود بیننده عزیز، نشر نوی برنامه نوید 7 روز از یارتیجه منظور شماست. در این نشر شما را با مهمترین خبرهای هفته اخیر آشنا می‌سازیم. با شما هستم بیک سید از دوشنبه. در تاجیکستان شروع از 1 اپریل نرخ استفاده تعرفه‌های نیروی برق گران می شود. در این باره قرار حکومت تاجیکستان امضا شده آن را روزنامه جمهوریت نشر کرده است. طبق آن شروع از ماه اپریل نرخ استفاده نیروی برق برای اهالی 35.36 دیرم برای 1 کیلووات مقرر شده است. برای کارخانه‌ها باشد هر کیلووات 80.90 دیرم خواهد بود. حالا ارزش 1 کیلووات استفاده نیروی برق برای اهالی 30.75 دیرم و برای کارخانه‌ها 70.35 دیرم است. پیش از این در کشور ماه انور سال 2024 نرخ استفاده نیروی برق گران شده بود. در تاجیکستان از ماه سپتامبر سال گذشته محدودیت یا لیمیت انتقال نیروی برق رسما جاری شد. این رژه هر سال جاری کرده می شود و سبب آن را مسئولین به کم شدن آب و انبار نارک، بارشات، افزایش طلبات اهالی به نیروی برق و تغییرات اقلیم ربط می دهند. با وجود اعلان ترتیب معین شده رژه لیمیت، اکثر ساکنان منطقه‌های گوناگون کشور شکایت می کنند که آن رعایت نمی شود. امامعلی رحمان وزیر مهاجرتی مهنتی را با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه مفصل بررسی کردند. پرزیدنت تاجیکستان از 15 تا 17 مارس با سفر رسمی در روسیه قرار داشت. خبر می‌دهد خدمات مطبوعاتی رهبری دولت. امروز ما همکاری در ساحه مهاجرت مهنتی را مفصل بررسی نمودیم، گفت امامعلی رحمان در نشست خبری با ولادیمیر پوتین. او گفت در این ساحه کاری بین اداره‌ای فعال گردانده می شود. در روسیه حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان کار و زندگی می‌کنند. آنها در ساحه‌های گوناگون بخصوص در ساختمان، خواجگی منزلی و کمونالی، نقلیات و لوجستیک کار می‌کنند و بر رشد اقتصادی روسیه سهم نظر می‌گذارند. همزمان انتقال مبلغ‌های آنها به وطن کمک مهم برای تاجیکستان و عائله‌های آنها میباشد، قید کرد ولادیمیر پوتین در این نشست خبری. او گفت روسیه کوشش می‌کند برای شهروندان تاجیکستان در روسیه شرایط مناسب کار و حفظ اجتماعی فراهم آورد. پس از حادثه کروکسی، مسکو تعقیب و فشار و بازداشت و اخراج مهاجران در روسیه افزود. طبق اطلاع مقامات تاجیکستان تنها در سال 2024 بیش از 30,000 نفر شهروند تاجیکستان از روسیه اخراج شدند. از لحظه باز شدن مرز تاجیکستان و قرقیزستان دوام 5 روز نزدیک 4900 نفر آن را عبور کردند. در این باره کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان خبر داد. به اطلاع منبع در دوره از ساعت 9 مارس تا ساعت 9 مارس توسط گذرگاه‌های مرزی قیرقاج 3755 نفر و قزلبل 659 نفر از مرز گذشتند. همچنین 477 نفر به خطرهای هوایی از قرقیزستان به تاجیکستان و برعکس سفر نمودند. یادآور میشم که 13 مارس پرزیدنت‌های تاجیکستان و قرقیزستان امامعلی رحمان و صادر ژپاروف شرطنامه مرزی دولتی بین دو کشور را امضا کردند. این لحظه تاریخی برای دو ملت در حل مسائل مرزی عنوان شد. با این سازشنامه تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا بعد 23 سال رسیدند. مراسم امضای سازشنامه در دایره سفر دولتی پرزیدنت تاجیکستان به بیشکک برگزار گردید. 14 مارس شرکت هواپیمایی سامان ایر اولین پرواز خود را در خط سیر دوشنبه بیشکک بعد از 4 سال انجام داد. همچنین 16 مارس پرواز از بیشکک به خوجند صورت گرفت که آن را شرکت هوایی قرقیزی اسمان ایرلاینز انجام داد. مهاجرت به کشورهای پیشرفته بخصوص اروپا و کره جنوبی از کارگر زباندانی و ملکه کاری طلب می‌کند. اگر می‌خواهید ملکه کسبیتان را رشد داده وابسته به یافتن جای کار و یا پیش از سفر به خارج مشورت گیرید. مرکزهای کسب آموزی و خدمت رسانی در یکچند منطقه تاجیکستان کورس‌های کسب آموزی با طلبات بازار مهنت جوابگو را پیشنهاد می‌کند. کورس‌ها از 2 هفته تا 3 ماه دوام می‌کنند و کاملا رایگان می‌باشند. مرکزهای کسب آموزی 21 کورس را پیشنهاد می‌کند و همه شهروندان از 16 ساله بالا می‌توانند در آنها اشتراک کنند. ختم کنندگان صاحب سرتیفیکات‌های بین‌المللی می‌شوند و با آنها در بازار داخلی و خارجی از جمله بریتانیای کبیر، آلمان، کره جنوبی و امارات متحده عرب جای کار پیشنهاد کرده می‌شود. همه خدمت رسانی‌ها در مرکزها در دایره لایحه بهترسازی ملکه‌های کسب آموزی و امکانات‌های با کار تامین‌شوی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و بانک آسیایی رشد پیشنهاد می‌گردند. رقم‌ها برای تماس در زیر اکران‌های شما.
اسرائیل پس از قطع سازشنامه آتشبس با حماس شب 18 مارس دیگرباره به نوار غزه حمله کرده است. فرمان حمله را بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل داده است. رسانه‌ها می‌نویسند که در این حمله‌ها بیش از 400 نفر کشته شدند. به نوشته شبکه الجزیره در میان کشته شدگان تعداد زیادی زنان و کودکان هستند. حماس ضربه‌های اسرائیل را حیله‌کارانه نامیده گفته است مقصد آن بیکار کردن سازشنامه آتشبس در غزه است. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل حمله‌های دوباره به غزه را به گفته‌اش در پی نبودن پیشرفت در مذاکرات عاید تمدید سازشنامه آتشبس صادر کرده است. بیننده عزیز، این برنامه نوید 7 روز بود. در روزهای جشن نوروز به شما استراحت با فراغت و تندرستی آرزو می‌نماییم. جشن بین‌المللی نوروز مبارک. خیر.